او زمانی وارد تاریخ شد که مشروطه ایران در حال مرگ بود. مجلس را به توپ بسته بودند، آزادیخواهان یا کشته شده بودند یا در تبعید. در این لحظه نامی از جنوب ایران بلند شد، سردار اسعد بختیاری. او سیاست را میشناخت، اروپا را دیده بود و میدانست مشروطه فقط یک شعار نیست، آخرین فرصت نجات کشور است. سال 1288 با نیروهای بختیاری به سمت تهران حرکت کرد. این فقط یک لشکرکشی نبود، قمار بر سر آینده ایران بود. درگیری‌ها کوتاه نبود، اما نتیجه روشن بود. تهران سقوط کرد، محمد علی شاه خلع شد و مشروطه دوباره نفس کشید. نقش سردار اسد در این پیروزی تعیین کننده بود، اما تاریخ همیشه با قهرمانان منصف نیست. سالها بعد او در سکوت کنار گذاشته شد و نامش آرام آرام به حاشیه رفت. با این حال اگر مشروطه امروز معنا دارد، رد پای سردار اسد در آن انکارناپذیر